الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، برادر سوال نمودند که برای حرام بودن اسبال، یعنی از عاشق پایان، از عاشق پا از کعب پایان پوشیدن ازار، به ما دلیل ها را ذکر نمایید. البته این مسئله اولا برای مردها است. مردها نباید ازارش، شیمش، چیزی که می پوشد از عاشق پایش پایان باشد. از عاشق پا پایان شدن شیم این حرام است و به این نص حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دلالت می کند. اما برای زنها البته مسئله دیگر است، باید لباس زنها دراز باشد. در این مسئله حدیث های صحیح زیاد آمده است که از ابو هریره رضی الله عنه روایت میشد و از غیر ابو هریره رضی الله عنه روایت میشد که امام بخاری رحمه الله در کتاب صحیحشان روایت میکنند و میگند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند: ما اسفل من الكعبین من الازار فهو فی النار او ففی النار. هر کسی که ازارش از عاشق پایش پایان شود پس ففی النار است، پس در آتش دوزخ است. انسان به آتش دوزخ می‌درد به سبب اینکه ازارش از عاشق پایش پایان شده است. این حدیث صحیح است، امام بخاری روایت میکنند. و اینچنین امام مسلم رحمه الله در کتاب صحیحشون روایت میکنند که این حدیث باز خوبتر میفهماند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن: ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب الیم. سه گروه انسان‌هایی هستند که الله سبحانه و تعالی در روز قیامت به اونها سخن نمی کند و به اونها حتی نمی نگرد، نظر هم نمی کند و اونها را پاک نمی کند. برای اونها عذاب دردناکی هست. اینها کی هستند؟ اولینش المسبلو، کسی که ازارش را از عاشق پایش پایان می پوشد. اولینش همین کس که الله در روز قیامت به عذاب دردناک گرفتار میکند، نگاه نمیکند، نمینگرد، پاکش نمیکند. والمنان، دومش خبرکشنده و فتنه انگیزنده بین مسلمان ها. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، کسی که بارش را، یک مال تجارتش را به قسم دروغ به مردم میفروشد. قسم دروغ میخورد که این از سنت است و میفروشد. این سه نمود عذاب سختند که یک از این کسی که ازارش، شیمش از عاشق پایش پایان است به همین گرفتار میشد. و اینچنین به روایت صحیح اومده است که ابو داود در سننشون روایت میکنند و نسائی هم در سننشون روایت میکنند به اسناد صحیح که علما صحیح گفتند، میگند که الاسبال فی الازار والقمیص والعمامه من جر منها شیئا خیلا لا ينظر الله الیه یوم القیامه. اسبال کردن یعنی در ازار از عاشق پایان زیاد پوشیدن، یا که در کرته، اگر کرته مثلا مثل کرته عربی باشد، دراز باشد، از عاشق پایان گذرد، یا که در سله، عمامه که دوم سله بینوها دراز باشد، پس همین اسبال است و همین انسان را با آتش دوزخ میبرد. هر کسی که به خاطر کبر و به خاطر خیالا شده این عملها را انجام میدهد، الله سبحانه و تعالی به همین انسان نظر نمی کند. البته این فهم صحیح همین است که انسان به خاطر کبر این عمل را انجام داد یا به خاطر غیر کبر، در هر دو حالت هم انسان به عذاب سخت گرفتار می شود. اما اگر کس از عاشق پایش شیمش را دراز کند، به خاطر خیالا باشد، به خاطر کبر باشد، عذابش دوچند سخت‌تر است و وزنین‌تر است. و اینچنین در حدیث دیگری آمده است از ابن عباس رضی الله عنه روایت شده است که نسائی روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند: ان الله عز وجل لا ينظر الى مسبل الازار. الله سبحانه و تعالی به صاحب کسی که ازارش را مسبل کرده است، اسبال کرده است، از عاشق پایش پایان کشیده، نگاه نمیکند. پس در این مسئله حدیث ها زیاد است. اما در مسئله این که آدمی، انسانی که شیمش رو دراز میکند، ازارش رو، یا عربایی که دراز میکند یا کرتش رو دراز میکند، هر یک مسلمانی که این عمل رو انجام میدهد، کبر در به خاطر کبر انجام میدهد، داند که عذابش دوچند سخت‌تر است. از انسان عادی دیده این انسان عذابش با سخت‌تر است. چلی که امام بخاری و مسلم روایت میکنند، حدیث متفق علیه است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند: لا ينظر الله الى من جر ازاره بطرا. الله نظر نمیکند هر کسی که ازارش رو کبرانه، متکبرانه دراز کرده است.
پس هر کسی که به خاطر کبر این عمل رو انجام میدهد عذابش سخت‌تر است. هر کسی که نفهمیده جاهلانه از دینش بیخبر این عمل رو انجام میگردد البته به گناه بزرگ دست است و این سبب داخل شدن